ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 3 ماه سال 2023 خبر داد که یک زن ساکن شهر دوشنبه به مقامات ملیس مراجعه نموده است که نسبت سابق شوهرش شورای دخلدار قانونی اندیشیده شود، زیرا نام برده پیوسته او را دشنام و حقارت نموده مورد آزار قرار میداده است. در نتیجه سنجش از جانب کارمندان میلیس شهروند الهام جان سعدالله سال تولدش 1991 زاده نویه واسه جماعت دیهات انورستان موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه محله نوبهار دستگیر کرده شد. میلیس دوشنبه میگوید گرچند از جانب کارمندان میلیس نسبت الهام جان سعدالله قبلا 2 مرتبه برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی طبق طلبات ماده 460 کدش حقوق ویرانکنی معمولی جمهوری تاجیکستان جزای معمولی تطبیق شده باشد هم، ولی او کردارهای ضد حقوقی خود را اصلاح نکرده تکرارا صحنه 27 ماه سال جاری تقریبا ساعت 15:00 در حالت مستی هنگام در محله سامان قرار داشتنش سابق همسر خود را دشنام و حقارت نموده شأن و شرفش را در نزد اطرافیان پس داده است. عین زمان وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده با مقصد به جوابگری جنایتی جلب نمودن الهام جان سعدالله مورد سنجش پیشکی قرار دارد. همسر سابق این مرد اخیراً ثبت دشنام و تحقیرهای او را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده از مردم و مقامات کمک و حمایت خواسته بود.